یو بر بچه یوتیوب خوش اومدیم به این ویدیو. اسم من ارشیا پیداکسه و امروز اومدیم راجع به جکسون حرف بزنیم. نه تنها راجع به حرف بزنیم بلکه چند تا ویدیو هم ازش میبینیم. حالا جکسون همون یاروه که توی خونه‌های 2 در 2 1 در 1 میمونه بعد 20 سال کار کردن. البته خب بدون معطلی بریم واسه ادامه ویدیو. این بار دیگه جکسون 10 سالش نیست، بزرگتر شده و تونسته خونه بزرگتری هم الان بگیره. آدم تو 2 در 1 و 8 چطور میخواد زندگی کنه؟ فقط تخت 2 نفره تو اینجا شده و آدم تعجب میکنه. اصلا ولش کن بریم ادامه ویدیو. فعلا قضاوت خوب نیست. بگیره. ابعاد این اتاق 2 در 1 و 80 سانتی متر. بریم ببینیم که این بار جکسون چرا اینطوری رو تخت خوابیده؟ چرا این بار قراره چجوری اینجا زندگی کنه؟ اول از همه تخت رو مییم توی ارتفاع 1 و 70 فیکس میکنیم. 10 سانت از دیوار رو خالی میکنیم، میشه جایی واسه کتاب. قد جکسون 1 و 80 الان که تو چیز 1 و 80 گذاشتینش. ها و کلید پریز. اینطوری جکسون راحت میتونه از موبایلش هم استفاده کنه. اسپیلت این بالا در نظر. یه چیزی این اسپیلت اون بالای سرشه مریض نمیشه، باد نمیخورد سرش. و روبروش هم تیم به نازم بگیم بعد بزرگساله که انگار جاش راحت به نظر میاد. این پایین یه کمد جا میشه واسه پتو، لباس‌ها و کفشای جکسون. روی دیوار مجاورش آینه رو داریم. این طرف هم میشه کیس و میز کار جکسون. اسپیلی که جکسون روش نشسته سرسری نگذارین چون آخر کار میبینیم که چقدر کاربردیه. به وسیله این الوارها هم راحت میتونه بره روی تخت. حالا این طرف اتاق جکسون میشه فضایی که واسه پخت و پز و ظرف شستن براش در نظر میگیریم. این هم دوش حمام جکسون. همه چیش تو همه. چرا دوشش میشه که آب از فضای کامپیوترش خشک راه پیدا نکنه. مسئله اصلی که تو این اتاق به وجود میاد اینه که نمیتونیم از فرنگی و نمیتونیم از توالت ایرانی استفاده کنیم. پس چیکار میکنیم؟ از این نشیمن فیلی استفاده میکنیم. به همین راحتی با یه دونه شیشه هم این فضای خشک‌تر از هم جدا میکنیم. یه دقیقه هم باز و بسته میشه. این نشیمن فیلیه اگه میخواد دستشویی شه این بعد یه لوله کش بیاد اینو وصل کنه، این در بیاره، این وصل کنه، این در بیاره. آدم جکسون داداش بیا ایران، بیا با پول تو ایران خونه بگیر. یه سال خیلی فنی. الان این در چوبیه، بعد اونم پیشش دوشه، آب بخوره بهش در خراب نمیشه. خب بریم واسه ویدیوی بعدی جکسون. این بار جکسون یه اتاق کوچیک داره واسه خودش. چرا الان بعد 3 نفر توی اتاق باشن؟ توی تصویر می‌بینید چون همچین حرکات موضوعی در میاد. تو اتاق بخوابن جاشون نمیشه. پسر راههای قد میتونه چی باشه؟ ما 2 تا تخت تو 2 تا لول مختلف براشون در نظر میگیریم. بالایی برای جکسون و پایین واسه جیکوب و جسیکا. این اتاق باید جوری باشه که نیازهای اولیه این 3 نفر رو پوشش بده. پس اینجا یه میز تاشو به عرض 40 داریم که پشتش هم میشه غذا خورد هم کار انجام داد. قسمت بالایی تخت و یه فضایی برای کمد لباسا در نظر میگیریم. این پایینم برای لباسای شخصی، وسایل کار و جردنای جکسون و اما فضاهای اصلی برای نیازهای اولیه. این جداره متشکل میشه از آینه، گاز رومیزی و سینک ظرفشویی. اینجا هم دوش و توالت ایرانی. حالا نوبت شماست که اینا میخوام بیام تو این فضا چه نمره‌ای میدین؟ بعد این بعد بشینه دستشویی کنه بعد همراه غذا بخوره. جکسون جان یه خونه خوب لطفا بگیر. گفت از 1 تا 10 چند میداش؟ من 0 میدم. آدم میمیره داخل اینجا، خفه است مثل قبره. خب برای بچه یوتیوب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که با لایک و سابسکرایبتون از این ویدیو حمایت کنید. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.